اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتی برای مردم و دلایل روشنی از هدایت و فرقگذار بین حق و باطل. چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد آن را روزه بگیرد و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است او را به بزرگی یاد کنید تا باشد که شما سپاسگزار شوید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند من یقینا به ایشان نزدیکم. چون دعا کننده مرا بخواند دعایش را اجابت می کنم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید به من ایمان آورند تا باشد که به راه راست راهنمون شوند. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در شبهای روزه برای شما آمیزش جنسی با زنان شما حلال است. ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانید. خداوند می‌دانست که شما با خود خیانت می‌کردید. پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون می‌توانید با ایشان آمیزش کنید و آنچه را که خداوند نصیب شما گردانیده طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا هنگامی که رشته سفید صبح از رشته سیاه شب جدا شود. پس روزه خود را تا به شب تمام کنید، یعنی دوام دهید. در حالی که شما در مساجد معتکف هستید با زنان خیش آمیزش جنسی ننمایید. این حدود است که خداوند آن را وضع کرده است. پس به آن نزدیک مشوید. خداوند این چنین آیه های خود را به مردم بیان می کند تا باشد که پرهیزگار شوند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مالهای خود را در بین خیش به ناحق مخورید، به طوری که آن را به حاکمان رشوت بدهید و بدین وسیله قسمتی از مال مردم را به ناحق بخورید، در حالی که شما می‌دانید. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. از تو در مورد ماه‌های نو می‌پرسند. بگو اینها برای وقت شناسی مردم و تشخیص وقت حج است. نیکویی این نیست که با خانه‌ها از عقب آن درآیید، ولی نیکویی از آن کسی است که پرهیزگاری پیشه کند و با خانه‌ها از دروازه‌های آن درآیید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. و در راه خدا با آنهایی بجنگید که با شما مقاتله می کنند، ولی از حد مگذرید و حقا که خداوند از حد گذرندگان را دوست ندارد. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرین. مشرکان را در هر جایی که یافتید بکشید و از جایی که شما را بیرون کردند آنها را بیرون کنید و فتنه انگیزی یعنی شرک از قتل هم گناه بزرگتر است و ایشان در نزد مسجد الحرام قتال مکنید مگر در حالی که با شما در آنجا مقاتله کنند. پس اگر ایشان در مسجد الحرام با شما مقاتله کردند شما هم ایشان را در آنجا بکشید. این چنین است پاداش کافران. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اما اگر ایشان از تجاوز دست بکشند پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. و با ایشان تا وقت جنگ کنید که فتنه باقی نماند و دین خاص از آن خدا گردد. اما اگر آنها از تجاوز دست بکشند پس مخاصمتی نیست مگر در برابر ستمگاران. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. ماه حرام در برابر ماه حرام است، یعنی در ماه حرام هم می توانید حمله دشمن را جواب بالمثل بدهید. همه چیزهای حرام قابل قصاصند. پس چون کسی بر شما تجاوز کرد شما هم به مثل تجاوزی که او کرده بر وی تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که به تحقیق خدا با پرهیزگاران است. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
و از دارایی خود در راه خدا خرج کنید و خود را به دست خویش به تهلکه نیندازید و نیکی ورزید، حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب. حج و عمره را برای خدا تمام کنید. اگر محصور شدید یعنی بعد از احرام نسبت مانع نتوانستید حج بجا آرید، پس به وسیله هدیی که میسر شود خود را از احرام خارج سازید و تا هدیه به محل آن برسد سر خیش را نتراشید. اگر کسی از شما مریض باشد یا از ناحیه سر خود ناراحتی احساس کند، یعنی که ناچار شود سر خود را بتراشد، پس برای جبران این عمل باید فدیه از قبیل روزه یا خیرات یا قربانی حیوانی ادا کند. و چون ایمن شدید یعنی از حصار نجات یافتید، کسانی که حج و عمره را با تمتع ادا کردند آنچه از هدیه که برای ایشان میسر است ذبح کنند. کسی که توان آن را نداشت تا هدیه ذبح کند 30 روز را در حج و 7 روز را چون به خانه های خود برگشتید روزه بگیرید که این مجموعاً 10 روز کامل می شود. این حکم برای کسی است که خانواده او در حوزه مسجد الحرام نباشد. از خدا بترسید و بدانید حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقت ادای حج ماهای معینی است. کسانی که ادای حج را در این ایام با عهده میگیرند پس نباید در حج با آمیزش جنسی یا صحبت درباره آن و گناه و جدال بپردازند. هر عمل نیکی را که انجام دهید به یقین بدانید خداوند آن را میداند. با خود توشه بگیرید، به تحقیق که بهترین توشه ها همان و تقواست. از من بترسید ای مردم هوشمند. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بر شما گناهی نیست که فضل پروردگار خیش را بجویید. چون از عرفات فرود آمدید در برابر مشعر الحرام خدا را بر زبان آرید و با همان گونه‌ای که با شما هدایت داده او را یاد کنید، هرچند پیش از این از جمله گمراهان بودید. ثم
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. بعد از آن از همان راهی یعنی از عرفات به سوی منا فرود آیید که سایر مردم فرود می آیند و از خدا آمرزش بخواهید، به تحقیق که خدا آمرزنده مهربان است. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. چون مناسک خیش را به جا آوردید خدا را یاد کنید به همان گونه‌ای که در دوره جاهلیت پدران خیش را یاد می کردید، بلکه از آن هم شدیدتر. و از مردم کسی هست که می گوید خدایا بهره ما را از دنیا بدی و برای او از آخرت بهره نیست. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. از مردم کسی هست که میگوید ای پروردگار ما برای ما در دنیا خوبی بده و در آخرت خوبی بده و ما را از عذاب دوزخ وارهان. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب. همین هایند که از کسب خیش بهره اندوز می شوند و خداوند دارای حساب سریع است. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خداوند را در روزهای معین یاد کنید. کسی که شتاب کند تا در 2 روز رهسپار شود هم بر وی گناهی نیست و کسی که رفتن خیش را تأخیر کند نیز بر وی گناهی نیست برای کسانی که پرهیزگار باشند. از خدا بترسید و بدانید که شما حتما به سوی او حشر می شوید. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. از مردم کسی هست که گفته اش در مورد زندگی دنیا مایه اعجاب تو می گردد و بر آنچه در دل اوست خدا را گواه می گیرد، در حالی که او سرسخت‌ترین دشمنان است. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. و چون روی برگرداند یعنی از پیش تو بیرون شد میکوشد تا در زمین فساد کند و کشت و مواشی را تباه سازد، در حالی که خداوند فساد پیشگی را دوست ندارد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس، غرور او را به گناهکاری میکشاند، برای او دوزخ کافی است و چی بد مسکنی است دوزخ. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسی هست که خود را در برابر به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند بر بندگان خود مهربان است. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مؤمنان، در اسلام به تمام و کمال داخل شوید و از گام‌های شیطان پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمن آشکار است. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اگر بعد از آن همه نشانه های روشنی که به شما آمده است باز هم بلغزید، پس بدانید که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا ایشان چشم براه آنند که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابر پیششان بیایند؟ کار تمام شده است و همه امور به سوی خدا بازگردانیده می شود. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیة بینه ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. از بنی اسرائیل بپرس چی نشانه های روشنی به ایشان دادیم و کسی که نعمت خدا را بعد از آن که به او رسیده تبدیل کند، یعنی از آن برای نادرستی کار گیرد، حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگانی دنیا برای کافران زیبا جلوه داده شده است و ایشان به مسلمانان تمسخر می کنند، ولی پرهیزگاران در روز قیامت در مقامی بالاتر از ایشان قرار دارند و خداوند هر کی را بخواهد روزی بیشمار می دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردم در آغاز امت واحد بودند، سپس خداوند پیامبران را به حیث مژده دهنده و بیم دهنده فرستاد و با ایشان کتاب را به حق نازل گردانید تا در مسائلی که مردم در آن اختلاف ورزیدند پیامبران در بین ایشان حکم کنند و تنها همان کسانی به اختلاف پرداختند که با ایشان کتاب داده شده بود. بعد از آن که به آنها نشانه های روشنی آمد، این کار از روی سرکشی که در میانشان پدیدار گردید واقع شد. پس خداوند به اراده خود مؤمنان را در موارد اختلافشان به سوی حق هدایت نمود و خداوند کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. آیا پنداشتید که می توانید به بهشت داخل شوید بدون آنکه حالات پیشینیان شما به شما رسیده باشد؟ به ایشان سختی و رنج بسیار رسید و مضطرب شدند به حدی که پیامبر و مؤمنان همراه او گفتند پس یاری خدا چی وقت به سراغ ما می آید؟ و ایشان گفته شد آگاه باشید بدون شک یاری خداوند نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو می پرسند چی چیز را خیرات بدهند؟ بگو هر چیزی را که برای پدر، مادر، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه یعنی مسافران نفقه می کنید و هر خیر را که انجام می دهید حقا که خداوند به آن آگاه است. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهاد بر شما فرض شده است در حالی که با شما ناگوار است و ای بسا که چیزی را ناگوار پندارید که به خیر شما باشد و ای بسا که چیزی را دوست داشته باشید و به شر شما باشد و خداوند میداند و شما نمیدانید. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام میپرسند. بگو جنگ کردن در ماه حرام گناهی بزرگ است ولی جلوگیری از راه خدا، انکار از خدا و بازداشت از مسجد حرام و بیرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از آن هم گناهی بزرگتر است و فتنه انگیزی یعنی شرک حتی از قتل هم گناهی بزرگتر است. ایشان با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما برگردانند و کسی از شما که از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد پس اعمال چنین مردم در دنیا و آخرت ضایع است. ایشان اهل دوزخند و در آن همیشه به سر میبرند. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. به تحقیق آنهایی که ایمان آوردند و آنهایی که در راه خدا هجرت و جهاد کردند همینها امید رحمت خداوند را دارند و خداوند بخشاینده و مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فی الدنیا والآخرة. از تو درباره شراب و قمار میپرسند. بگو در آنها برای مردم گناه بزرگ و منفعت‌هایی است و گناه آن از نفع آن بزرگتر است. از تو میپرسند چی چیز را خرج کنند، یعنی خیرات بدهند. بگو چیزی را که زاید بر ضرورت شما باشد خیرات کنید و به این ترتیب خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند تا باشد که شما فکر کنید درباره اثرات آن در دنیا و آخرت. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.